الحمد لله العالم بما كان وما يكون مدبر الأمور والشيون فسبحان من لا إله إلا هو أمره تعلق بالكاف والنون والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. صدق الله العظیم. خدمت همه عزیزان و دوستان و بزرگواران، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. همه شما عزیزان را به برنامه دروس حج خوش آمدید میگویم. الله سبحانه و تعالی برای حجاج عزیز و گرامی ما حج مقبول و مبرور عنایت بفرماید و همچنین عزیزانی که ذوق و شوق این سرزمین مبارک در دل دارند، پروردگار عالم نصیب همه خواهر و برادر این سرزمین مبارک را بگرداند. از جمله دروسی که از این مشاعر و یا اماکن مبارکه و مقدسه حاجی میگیره، در برنامه گذشته دروسی که در عرفات بود و دروسی که در منا بود اشاره کردیم. فقط چیزی که باقی ماند از روز یوم النحر و یا روز دهم ذوالحجه و یا روز عید، این که حاجی وقتی که حلق و یا قصر می نمایه، یعنی عملی که در انتهای احرامش قرار داره، یعنی بعد از حلق و قصر از احرام فارغ میشه. قرآن در این باره اشاره میکنه: لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمینین محلقین رؤوسکم و مقصرین. بحث حلق و بحث قصر در قرآن بیان شده. حالا کدام یک افضل تر هست؟ واضح و مسلمه که حلق افضل نسبت به قصر، چون رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن و دعا کردن: اللهم اغفر، در روایت آمده اللهم ارحم للمحلقین، خدایا تو بیامرز برای محلقین، آنهایی که سر خود را حلق میکنن، سر خود را میتراشن. صحابه پرسان کردن: قالوا یا رسول الله والمقصرین، آنهایی که قصر میکنن یعنی سر خود را کوتاه میکنن، آنها هم؟ رسول صلی الله علیه و سلم باز فرمودن: اللهم اغفر للمحلقین. صحابه تا 3 مرتبه پرسان کردن و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تا 3 مرتبه فرمودن: خدایا بر الها بیامرز و یا رحم کن برای محلقین، آنهایی که سر خود را تراشیدن. بعد به مرحله اخیر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن: والمقصرین، خدایا بیامرز و رحم کن به حال اونهایی که سر خود را هم کوتاه میکنن. به هر حال هر دو جایز هست و افضلتر حلق هست. درسی که از این هم ما میگیریم چیست؟ اینه که هنگامی که در این مرحله آمدید و سر خود را
و موی سر خود را از خود دور میسازید، باید که باز هم متوجه به این شوید که این درس را میآموزانه که باید صفات بد، صفات زشت، صفات ناپسند از وجودت دور بشه. اگر قبلا متکبر بودید، الان کبر را از خود دور بساز. اگر قبلا حسادت داشتید، حسادت را از خود دور کن. اگر قبلا غیبت و تهمت و بهتان داشتید و عادت به این گناه ها داشتید، اینها را از خود دور بساز. اگر قبلا کار و معامله که موافق به شریعت نبود داشتید، آنها را کنار بزن. مثل که موی خود را کنار زدید، مثل که موی خود را برطرف کردید، مثل که موی خود را از خود دور ساختید، این نشان دهنده اینه که وقتی این را به فرمان الله انجام می دهید، حلق و قصر قضیه فرمان الله است. چی کسی میگه سر خود را بتراش؟ چی کسی میگه حلق و قصر داشته باش؟ الله سبحانه و تعالی. حالا بعد از این حلق و قصر، ممنوعاتی که بالای تو وضع شده بود برداشته میشه، الا که مگر کسی همسرش همراهش هست که او بعد از طواف فرض آن قید و قیودات هم برداشته میشه. اما قبل از طواف فرض، طواف افاده، همه ممنوعات برداشته میشه الا نزدیک شدن به همسر. به اینه که الله سبحانه و تعالی میخواه اینجا برای تو بفهمانه که اگر فرمان الله را به جا کردید همیش، مثل که این قید و قیودات از تو برداشته شد، پس میتوانید حالا عطر استفاده کنید، میتوانید لباس بپوشید، میتوانید بالاخره از آن ممنوعاتی که گفته شده بود میتوانید شکار بکنید. وقتی فرمان الله را در دنیا درست اجرا کردید، الله سبحانه و تعالی تو را در چنان بهشتی میبره به آخرت که هیچ قید و قیوداتی نیست. این قید و قیوداتی که در دنیا به تو وضع شده در آخرت از تو برداشته میشه. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه الجنة التي كنتم توعدون. باید در راه صبر و استقامت داشته باش. همانطوری که داخل احرام بودی صبر و استقامت کردی، الله سبحانه و تعالی ملائکه رحمت را بر تو میفرسته، الله آرامش را به تو میفرسته، الله سکون و وقار را برای تو میفرسته و پاداش جنتی میشه که ولکم فیها ما تشتهی انفسکم ولکم فیها ما تدعون. آنچه که نفسهای اشتها داشته باشه در جنت هست. نزلا من غفور الرحیم، مهمانی از جانب الله سبحانه و تعالی. پس این درس را میده، مسئله حلق و قصر، که تو پایبند دین و اسلام و شریعت هستید، به فرمان الله حلق میکنید و قصر میکنید، الله ممنوعات را از تو برطرف میکنه. وقتی به فرمان الله در دنیا پایبند بودید، الله تمام مشکلات را از تو دور میسازه. این درسی که از حلق و از قصر حاجی میگیره. حالا پیرامون مزدلفه که الله سبحانه و تعالی اشاره میکنه فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وقتی از عرفات فارغ شدید، رو به طرف مشعر الحرام بنمایید. مشعر الحرام کجاست؟ همان مزدلفه‌ای که شب دهم حاجی در آنجا سپری میکنه. الله سبحانه و تعالی اشاره میکنه وقتی از عرفات طرف مزدلفه و مشعر الحرام رفتید، آنجا متوجه باشید که به یاد خدا باشید. قضیه ذکر
خیلی قضیه مهم است. ذکر الله سبحانه و تعالی، ذکر الله سبحانه و تعالی چقدر ارزش داره در زندگی انسان، چقدر نقش داره. الله سبحانه و تعالی در تمام عبادات بحث ذکر را مطرح میکنه. حتی شما بینید مسئله نماز از ابتدا که شروع میشه به الله اکبر، به لفظ الله شروع میشه و با لفظ الله ختم میشه و اشاره میکنه ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر ولذکر الله اکبر. نماز انسان را از فحشا و منکر باز میداره. ولذکر الله اکبر، ذکر پروردگار عالم از همه بزرگتره. جایگاه ذکر، فواید ذکر، ثمرات ذکر. الله سبحانه و تعالی از ابتدا که حاجی میخواد احرام ببنده و به احرام داخل بشه بحث تلبیه میآیه. خود این ذکر هست، لبیک اللهم لبیک. وقتی که وارد مسجد الحرام داخل میشه باز هم ذکر هست. چشمش به کعبه میفته، بسم الله الله اکبر. هنگامی که به طواف شروع میکنه باز هم به الله اکبر. بین صفا و مروه ذکر، در طواف ذکر، در وقت نوشیدن آب زمزم ذکر، به عرفات ذکر، در منی و مزدلفه ذکر، در وقت تقدیم هدیه ذکر و در وقت حلق و قصر ذکر. ذکر الله سبحانه و تعالی. جایگاه ذکر که الله سبحانه و تعالی در قرآن بیان میکنه به اینه که وقتی از عرفات حاجی حرکت میکنه رو به طرف مزدلفه میره، الله سبحانه و تعالی میگه فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. یعنی ای حاجی متوجه باش که درسی که حج برای تو میده اینه که میخواد تو را یک بنده ذاکر بگردانه. پیرامون ذکر آیات زیادی داریم در قرآن که الله سبحانه و تعالی بیان میکنه. این آیات کدام آیات هست؟ بعد از میان برنامه انشاءالله پیرامون ذکر و آیات ذکر اشاره می شود انشاءالله. ندای حق، ندای توحید و حقیقت. مجددا السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. درس از دروس که من و شما از جریان حج میگیریم ارتباط حج با ذکر. الله سبحانه و تعالی در این اماکن مبارکه و در این مشاعر مقدسه، در تمام این مکانها الله سبحانه و تعالی بندگان خود را متوجه می سازه که با ذکر باشید، با یاد الله سبحانه و تعالی باشید. الله سبحانه و تعالی می فرماید الا بذکر الله تطمئن القلوب. آگاه باشید که هیچ چیزی این قلب را مطمئن نمی سازد. چی چیز قلب را اطمینان می دهد؟ چی چیز قلب را مطمئن می سازد؟ الا بذکر الله تطمئن القلوب. فقط یاد خداست، ذکر الله سبحانه و تعالی هست که انسان را آرام می کند. یکی از نامهای قرآن ذکر هست. انا نحن نزلنا
انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. الله میفرماید ما ذکر را نازل کردیم، پس بهترین چیزی که انسان را آرامش میدهد، قلب انسان را آرام میکند، تلاوت قرآن هست. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند قلوب بنی آدم مثل که آهن زنگ میزند، قلب انسان هم زنگ میزنه. صحابه پرسان کردن یا رسول الله علاجش چیست؟ آهن وقتی زنگ زد ضد زنگ میزنن، یک رگمال پیدا میشه و بالاخره اون آلودگی های آهن را دور میسازه. فرمودن اگر قلوب ما، اگر قلب های ما را آلوده به زنگ شد یا زنگ آلود شد چه کار باید کرد؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن تلاوت قرآن. تلاوت قرآن داشته باشید. قلوب بنی آدم را قرآن و تلاوت قرآن جلا می دهد. و یاد از مرگ داشته باشید. انسان وقتی تلاوت قرآن داشته باشه، یعنی ذاکر باشه و مصروف به ذکر الله سبحانه و تعالی باشه و آخرت را مد نظر داشته باشه، قلبش پاک و صاف و زلال میشه. الله سبحانه و تعالی در آیه دیگر میفرماید ثم افیض من حیث افاد الناس واستغفر الله. وقتی از عرفات پایین آمدید، رو به طرف مزدلفه روان شدید، به همراه مردمان پایین بیا و مصروف استغفار باش و باز هم کام و زبان تو مصروف باشه، معطر باشه به یاد خدا، از الله مرزش بخوا، الله سبحانه و تعالی را یاد کن. الله سبحانه و تعالی می فرماید فاذا قضیتم مناسککم فاذکروا الله. الله اکبر. در پایان هر عملی که شما انجام می دهید در این مناسک خیش یاد خدا را داشته باشید، چی در عرفات، چی در مزدلفه و چی در منا. این درس را می گیریم که الله سبحانه وتعالی می خواهد نشان بدهد جایگاه ذکر، ارزش ذکر، فواید ذکر. الله سبحانه و تعالی در آیات زیاد اشاره میکنه که یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا. ای اهل ایمان، شما الله را یاد کنید، ذکر کنید، بسیار یاد کنید. بکرتا و اصیلا، شما 24 ساعت به یاد الله سبحانه و تعالی باشید. وقتی میخواید بخوابید ذکر، اذکار نوم را داشته باشید. وقتی بیدار میشوید اذکار بیدار شدن از خواب را به زبان خود زمزمه کنید. وقتی به خانه داخل میشوید همه اینها اذکار داره. اذکار صبح و شام، اذکار وقت خواب شدن، وقت بیدار شدن، وقت لباس پوشیدن، وقتی مسجد داخل میشی، حتی وقتی که با قضای حاجت میروید. همه اینها یعنی در هر حالتی شما متوجه باشید که ارتباط شما با الله سبحانه و تعالی باشه. قرآن اشاره میکنه اقیم الصلاة لذکری. خود نماز نگاه میکنیم سر تا پا ذکر هست. این ایامی که حاجی قرار داره، ایام تشریق، واذکروا الله فی ایام معدودات، خدا را یاد کنید در این روزهای شمرده شده. اینها روزهایی که تمام میشه. قدر این چند روز یعنی دهه اول ذوالحجه را بدانید. والفجر و لیال عشر. مفسرین میفرمایند منظور از این 10 روز ذوالحجه هست.
اینها به خاطر چیست؟ وذکر الله، یاد خدا را داشته باشید، ذکر الله سبحانه و تعالی را داشته باشید. و همچنین الله سبحانه و تعالی اشاره میکنه یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر الله. اگر به نماز جمعه هست میگه سعی کن و تلاش کن. به خاطر چی؟ فاسعوا الى ذکر الله و ذروا البیع. بیع و شرا ترک بکن. وقت ذکر هست، وقت ارتباط با الله سبحانه و تعالی هست. پس حج ارتباط محکم و محکمی داره با ذکر الله سبحانه و تعالی. درسی که میگیریم اینه که الله تعالی میخواه که این اشخاصی که این سعادت نصیبشان شده که آمدن به سرزمین مبارکه مکه مکرمه، میخواه اینها را وقتی که از این سرزمین برمیگردن انسانهای ذاکره باشن، همیش کام و زبانشان معطر به یاد الله سبحانه و تعالی باشه. قرآن چی زیبا وصف مؤمنین را بیان میکنه، میفرمایه انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. الله اکبر. مؤمنین واقعی هنگامی که در کنار اونها ذکر الله سبحانه و تعالی صورت بگیره، وجلت قلوبهم. ذکر الله است که قلوب را تجلی میبخشه، جلا میبخشه، قلوب را پاک و مصفا میگردانه. ذکر الله سبحانه و تعالی هست. هیچ چیزی قلب را مطمئن نمیسازه و آرامش نمیدهد. نه قدرت، نه ثروت، نه موقف اجتماعی، نه بالاخره فلان و فلان و فلان، نه همسر و نه فرزند و اینها. چی چیز این قلب را به آرامش میرسانه که این قلب مطمئن بشه؟ الا آگاه باش چیست؟ الا بذکر الله تطمئن القلوب. قلب ها فقط با یاد خدا آرام می شود، نه دیگر اشیایی و نه دیگر چیزی. الله سبحانه و تعالی برای حجاج عزیز ما و برای سایر دوستان و عزیزان توفیق بده که همیشه به یاد خدا باشیم، به یاد الله باشیم. اوراد و اذکار که از طرف شریعت مقدس اسلام تعیین شده، اذکار صبح، اذکار شام، اذکاری که برای خواب شدن، وقت خواب شدن، وقت بیدار شدن، و اذکاری که دعاهای مأثوره هست، خود را عادت بدهیم تا اینکه از جمله بندگان محبوب پروردگار عالم قرار بگیریم. خداوند همه ما را جزء ذاکرین داشته باشه. تا برنامه بعد همه شما را به خالق یگانه می سپارم. شاد و موفق و سرفراز و سربلند دنیا و آخرت باشید. والسلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. نداء الحق
الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله و صحبه اجمعین. بینندگان ارجمند، تا کنون درباره دو رکن از ارکان حج یعنی احرام و طواف مطالبی رو خدمت شما بیان کردم. در جلسه امروز میپردازیم به بیان یکی دیگر از ارکان حج که سعی در میان صفا و مروه هست. صفا و مروه دو کوه هستند که در کنار خانه کعبه قرار دارند و اساساً خارج از مسجد الحرام محسوب می شوند، یعنی جزئی از مسجد از نظر حکم نیستند. و سعی در میان صفا و مروه یعنی دویدن، راهپیمایی کردن در میان این دو کوه یعنی صفا و مروه. و همان گونه که از اسم این دو کوه به این ترتیب یاد شده که صفا و مروه، سعی و حرکت هم از صفا شروع می شود تا به مروه برسد و برعکس، یعنی آغاز سعی و راهپیمایی در میان صفا و مروه از صفا شروع می شود. الله متعال در قرآن کریم درباره صفا و مروه این مطلب رو یادآوری کرده که صفا و مروه جزو شعائر الهی هستند. ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما. صفا و مروه از شعائر الله متعال هستند و کسانی که خانه کعبه را حج می کنند و به حج بیت الله می روند باید در میان صفا و مروه سعی بکنند و این رفت و آمد و راهپیمایی در میان صفا و مروه یکی از ارکان حج هست. و رسول الله صلی الله علیه و سلم هم در روایتی که در مسند امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه هست و با مجموعه طرقی که دارد یک روایت صحیح هست، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. در میان صفا و مروه سعی بکنید، راهپیمایی بکنید، رفت و آمد بکنید، زیرا که الله متعال این سعی را برای شما در واقع نوشته و فرض کرده. و همچنین حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها در اثری که از ایشان نقل شده فرمودند که ولعمری ما اتم الله حج من لم یطف بین الصفا والمروه. الله متعال حج کسی را که میان صفا و مروه طواف نکرده باشد، یعنی رفت و آمد نکرده باشد، سعی میان صفا و مروه را انجام نداده باشد، الله متعال حج چنین شخصی را کامل نمیگرداند. و این اثر یک اثر صحیح هست، در صحیح مسلم نقل شده. پس بنابراین به استدلال از این آیه قرآن و حدیث رسول الله و اثر حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها، سعی بین صفا و مروه یکی از ارکان حج هست و هر انسانی که میخواهد که حجش صحیح باشد و حج موافق با دستور الله و سنت رسول الله را انجام بدهد باید که این سعی میان صفا و مروه را هم انجام بدهد. منتها
همان گونه که درباره احرام و درباره طواف من قبلا عرض کردم که هر یکی از این شعائر برای خودشون یک شروط خاص و ویژه‌ای را دارند، بحث سعی بین صفا و مروه هم از این حکم و قاعده مستثنا نیست. سعی میان صفا و مروه هم شرایطی را دارد که انسان حاجی باید این موارد را مراعات بکند. اساسی ترین شرطش همون نیت هست، نیت انجام یکی از فرایض و ارکان حج و رفتن و راهپیمایی میان صفا و مروه به قصد تقرب به الله متعال، که این نیت را در تمام ارکان و در تمام مناسک حج باید داشته باشیم. و یکی دیگر از شرایط سعی میان صفا و مروه این هست که این سعی بعد از یک طواف صحیحی باشد، یعنی قبل از این سعی میان صفا و مروه یک طوافی انجام شده باشد و اون طواف صحیحی باشد، مانند این که این طواف عمره یا طواف حج باشد و این طواف باید 7 دور کامل باشند، یعنی قبل از صفا و مروه انسان باید 7 دور کامل پیرامون خانه کعبه باید طواف کرده باشد، بعد از این منتقل بشود و برود به صفا و مروه. اگر 6 دور زده بود و طوافش ناقص شده بود، این سعی بین صفا و مروه مشروع نیست. ابتدا باید این فرد بر بگردد، 7 دورش را کامل بکند و طوافش کامل بشود و بعد از این باید بیاید طواف بکند. و این سعی بین صفا و مروه خودش یک نوع عبادت مستقل و جداگانه نیست، بیگونه ای که بدون از طواف باشد، بلکه این سعی میان صفا و مروه جزء در واقع همون طواف پیرامون خانه کعبه هست. یعنی این که به صورت مجزا و جداگانه ما نمیتوانیم که در میان صفا و مروه طواف بکنیم یا اینکه سعی بکنیم، مگر در صورتی که قبل از آن طواف خانه کعبه را هم انجام داده باشیم. یا به تعبیر دیگر درباره طواف خانه کعبه من قبلا اینو عرض کردم که چندین نوع طواف داریم، من جمله طواف نفلی، طوافی که بدون سبب هست. شما در داخل مسجد الحرام هستید، به جای این که بخواهید نماز بخوانید می توانید که بلند بشوید و 7 بار پیرامون خانه کعبه دور بزنید که این یک طواف مشروع هست. اما سعی نفلی ما نداریم. یک انسانی بخواهد فقط به خاطر این که سعی یک عبادتی رو انجام داده باشد، سعی نفلی رو انجام بدهد، در میان صفا و مروه برود و بر بگردد. پس بنابراین یکی از شرایط سعی بین صفا و مروه این هست که قبل از آن باید یک طواف صحیحی وجود داشته باشد. و همچنین یکی از شرایط سعی بین صفا و مروه این هست که انسان حتما باید از صفا شروع بکند، همون گونه که در قرآن نام صفا قبلا آمده، ان الصفا والمروه من شعائر الله. طواف و سعی بین صفا و مروه هم باید از صفا شروع بشود به مروه پایان بیابد. پس بنابراین این هم یکی از شرایط هست. و شرط دیگر و شرط چهارم در این زمینه این هست که این اشواط و این طوافه ها باید 7 مرتبه باشند، همون گونه که پیرامون خانه کعبه 7 مرتبه دور میزنیم، در میان صفا و مروه 7 مرتبه هم باید برویم و بر بگردیم. منتها رفتن از صفا تا مروه یک شوط حساب می شود و برگشتن یک شوط دیگر هست. یعنی این که شما اگر از صفا شروع کردید رفتید به مروه و از مروه دوباره اومدید به صفا، یعنی این که 2 دور را کامل کردید و مجموعاً باید 7 شوط بشوند. از صفا شروع میکنید میرید به مروه، از مروه بر میگردید به صفا، این 2 شوط هست. 3 مرتبه این کار را انجام میدهید، میشوند مجموعاً 6 دور.
و برای آخرین بار از صفا می روید به مروه می رسید که 7مین مرتبه هست و این اشواط 7گانه در واقع پایان یافته. برخی فکر می کنند که رفت و برگشت فقط یک دور حساب می شود و یک شوط هست. این گونه نیست. رفتن از صفا تا مروه یک شوط و یک طواف و یک دور حساب می شود و برگشتش یک شوط دیگر و مجموعاً باید 7 تا رفت و برگشت باشند، یعنی 7 رفت و در واقع با برگشتش که یعنی 7 تا باشند. این می شود طواف یا سعی بین صفا و مروه که باید 7 دور کامل باشند. رفتن یک دور و برگشتن یک دوری محسوب می شوند. از صفا باید آغاز بکند و منتهایش و پایانش باید به مروه باشد. امیدوار هستم که سعی بین صفا و مروه شما هم انشاءالله مطابق با سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم و مطابق با اون معیارهایی باشد که رسول الله صلی الله علیه و سلم تعیین کردند و همچنین امیدوار هستم که الله متعال تمام شعائر و مناسک حج شما را انشاءالله به درگاه خودش قبول بکند. تا برنامه دیگر تمام شما را به الله متعال می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني. يا رحمن يا رحيم يا ودود يا شكور يا الله. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و گرامی، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملک لا شریک لک. در این روزهای مبارک هستیم، روزهای حج. حال و هوای همه جهان اسلام دگرگون شده است. دلهای مشتاق مؤمنان در آرزوی اینکه ای کاش ما هم جز کاروان سفید پوشانی بودیم، آن بندگانی خوشبختی که امروز در سرزمین حرمین، در مکه مکرمه، در مدینه منوره در انتظار برپایی مراسم حج هستند. امیدواریم که الله سبحانه و تعالی حج بیت الله الحرام و زیارت مسجد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را نصیب تک تک شما عزیزان بکند. در همه عبادت ها ما یک شعاری رو داریم که میتوان این شعار رو وسیله انتقال از رکنی به رکنی یا اعلان برپایی این عبادت و یا اعلان انتهای این عبادت یا شعار برپایی این عبادت قلمداد بکنیم. به طور مثال ما وقتی که نماز میخوانیم با الله اکبر نمازمان رو شروع میکنیم. وقتی که از یک رکنی به رکن دیگر منتقل میشویم، به رکوع میرویم الله اکبر.
به سجده می رویم الله اکبر، دوباره برای رکعت دوم برمیخیزیم الله اکبر. پس شعار نماز الله اکبر است. یعنی چی؟ یعنی الله بزرگ است، الله عظیم است، بزرگتر از همه چیز، بزرگتر از همه کس. در حج بیت الله الحرام هم شعار خاص و ویژه‌ای وجود دارد، شعاری که ما با این شعار احرام میبندیم: لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. با این شعار به طرف مکه حرکت میکنیم، با این شعار وارد بیت الله الحرام میشیم، با این شعار طوافمان را شروع میکنیم، با این شعار به طرف صفا و مروه میرویم، با این شعار به طرف سرزمین منا میرویم، با این شعار وارد سرزمین عرفات میشویم، با این شعار تلبیه گویان از عرفات به سوی مزدلفه حرکت میکنیم، با این شعار از مزدلفه به سوی منا میاییم. این ویژگی حج است، این شعار حج است. اما آیا گاهی فکر کردیم هدف از این شعارها چیست؟ چرا ما باید در هر رکعت نماز، در هر رکن نماز، در هر عملی که در نماز انجام میدهیم با الله اکبر شروع بکنیم؟ اصلا این نماز ما، فلسفه این نماز چیست؟ آیا تا حالا فکر کرده اید که همه ارکان دین مبین اسلام رو شما در این نماز میتونید پیدا بکنید؟ یعنی بنی الاسلام علی خمس، اسلام بر 5 چیز بنا یافته است، یا 5 بنای مسلمانی. همین 5 بنای مسلمانی رو شما میتوانید در یک رکعت نماز مشاهده بکنید. شاید تعجب بکنید 5 بنای مسلمانی در یک رکعت؟ بله، 5 بنای مسلمانی رو شما در یک رکعت میتونید مشاهده بکنید. این یک رکعت چگونه است؟ شما این رکعت رو با الله اکبر شروع میکنید. الله بزرگ است، الله از همه چیز عظیم است. این الله بزرگ و عظیم که در پیشگاه شما این عبادتی که سراسر عبادت است، سراسر تعظیم است، سراسر اظهار بندگی است، انجام میدهید، در حقیقت تجلی لا اله الا الله است. اولین رکن شهادت ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله. نماز را به شیوه کی میخوانی؟ به شیوه صلوا کما رأیتمونی اصلی. بخوانید نماز را آنگونه که دیدید که من نماز میخواندم. پس در این نماز که در پیشگاه الله سبحانه و تعالی ادا میکنید به شیوهی که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خوانده‌اند، در حقیقت تجلی رکن اول دین است. لا اله الا الله محمد رسول الله. بعد از اون رکن دوم که خود نماز هست، رکن سوم زکات هست. در نماز تزکیه نفس است، تزکیه روح است، تزکیه آن وسوسه های شیطانی است که ما رو در زندگی دنیا مشغول کرده. ما اکنون میخواییم از این چیز خودمون رو رها بکنیم، از این وسوسه ها، از این آلودگی های شیطانی خودمون میخواییم نفس خودمون رو تزکیه بکنیم، میخواییم نفس خودمون رو پاک بکنیم. پس این تزکیه نفس، این پاکی نفسی که ما در اثناء نماز انجام میدهیم، از همه عبادت ها و از همه اعمالی که انجام میدهیم برای ما یک عمل بزرگی است که با این تزکیه، با این پاکی، با این اخلاص همه عبادت های ما قبول می شود. اینم چی از تجلی زکات است، یکی از ارکان مهم دین مبین اسلام. رکن دیگر چی است؟ روزه. شاید بگن آیا در نماز روزه هم وجود داره؟ بله، در نماز روزه وجود داره، اما روزه‌ای که در نماز هست از روزه ماه مبارک رمضان سخت‌تر است. در نماز نمیتونی بخوری، نمیتونی بیاشامی، در نماز نمیتوانی حرف بزنی، نمیتوانی حرکت بکنی، یعنی تمام وجود تو روزه گرفته است. نمیتوانی چشم تو اینور اونور نگاه بکنی،
نمیتوانی به چیز دیگه گوش بدی، باید حواست روزه باشه، چشمت، گوشت، دستت، پا، تمام وجودت باید چی باشه؟ روزه باشه. پس نماز یکی از تجلیهای روزه بسیار سختتر از روزه ماه مبارک رمضان است و در نماز حج است. همان خانه‌ای که مردم از سراسر دنیا شتابان با شوق و اشتیاق به سوی او میروند تا این خانه رو طواف بکنند، خدا این فرصت رو به همه ما داده که روزانه 5 وقت به طرف این خانه نماز بخوانیم. 5 وقت این خانه رو در پیش خودمون تجسم بکنیم که این قبله ماست، این بیت الله الحرام است. آیا نماز به طرف غیر کعبه می شود؟ فوالی وجهک شطر المسجد الحرام، بگردان صورتت را به طرف مسجد الحرام. 5 وقت نمازمان را، نه تنها نمازهای فرضمان را، نمازهای واجب و سنت و نفل و همه نمازها رو ما به طرف کجا میخوانیم؟ به طرف بیت الله الحرام میخوانیم. پس نماد بزرگ حج که کعبه است و بیت الله الحرام است در نماز ما وجود دارد. شعار این عبادت بزرگ چی است؟ الله اکبر. شعار حج چی است؟ لبیک اللهم لبیک. معنی این کلمات چی است؟ خیلی از ماها شعار میدیم، معنی شعار رو نمیفهمیم، فلسفه این شعار رو نمیفهمیم. در نمازمان روزانه در 5 وقت نماز 10 بار ما الله اکبر میگیم. هدف این شعار این است که این بزرگی و عظمت الله سبحانه و تعالی در زندگی تو تجلی بکند. حرف میزنی عظمت الله رو تجلی بکند در ذهن تو. وقتی که مینویسی عظمت الله رو به یاد بیاری. وقتی که با کسی رفتاری میکنی، تجارت میکنی، درس میخوانی، هر عملی که انجام میدهی باید در او چی باشد؟ تجلی الله سبحانه و تعالی باشد. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. یعنی چی؟ یعنی پروردگارا نماز من، حج من، عبادتهای من، مرگ من، زندگی من. یعنی چی؟ یعنی همه حیات من لله رب العالمین. این کسی که این تصور رو داشته باشد فلسفه نماز رو فهمیده است، فلسفه الله اکبر رو فهمیده است. این هر روز ما میگه الله اکبر الله اکبر. یعنی چی؟ یعنی این که این بزرگی و عظمت الله باید در ذهن تو نهادینه شود. تو باید بدونی که ذات بزرگی است، عظیمی است، اکبری است که از بالای 7 آسمان این لم تکن تراه فانه یراک. اگر تو نمیتوانی این احساس رو در خودت ایجاد بکنی که او رو داری میبینی، اون تو رو داره میبینه. در هر جایی که باشی، در قهر دریا باشی، در درون غارهای کوههای بزرگ باشی، در هر گوشه دنیا که باشی تو رو داره میبینه. هر عملی که انجام میدی اونجا داره یادداشت میشه در نامه اعمال تو. پس این تذکر عظمت الله سبحانه و تعالی در نماز هدفش اینه که ما این احساس رو در خودمون ایجاد بکنیم که بله الله هست، پروردگار بزرگ است. در لحظه لحظه، ثانیه ثانیه زندگیمون باید ما الله سبحانه و تعالی رو در نظر داشته باشیم. این شعار چی است؟ شعار نماز. شعار حج خیلی بزرگتر و عظیمتر است. شعار حج اصلا هدف اسلام است، هدف ارسال همه انبیاء الهی است. الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم می‌فرماید که ما نوح را فرستادیم برای چی؟ برای که الله سبحانه و تعالی را عبادت بکنیم. ان تعبد الله ولا تشرکوا به شیئا. ابراهیم علیه السلام رو، اسماعیل علیه السلام رو، همه انبیاء الهی فرستاده شدن شعارشون چی بود؟ توحید الله سبحانه و تعالی و دوری از شرک. شعار حج همین است. شعار حج توحید است. شعار حج دوری از شرک است. ما از روزی که وارد مراسم حج میشیم، حالا 10 روز دوام بکنه، 5 روز دوام بکنه، 15 روز دوام بکنه، شعار ما چی است؟ لبیک لبیک اللهم لبیک.
لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و النعمت لک والملک لا شریک لک. بسیاری از حاجی‌ها رفتن هزاران دلار هم خرج کردن از حج که هیچی براشون هیچ استفاده ای نبردن، حتی معنی همین شعار حج رو هم نمیدانن. شعار حج چه معنی؟ لبیک اللهم لبیک، پروردگارا به خدمت حاضرم، پروردگارا حاضرم به خدمت تو حاضرم. لبیک لا شریک لک لبیک، به خدمت تو حاضرم پروردگارا که تو شریکی نداری، من به خدمت تو حاضرم. این الحمد، همه حمد و ثنا و سپاس و ستایش و نعمت، همه نعمت هایی که به ما دادی، لک، از تو است و از طرف تو است. سبحان الله، تجلی توحید رو ببینید. والملک، ملک و پادشاهی از آن تو است. لمن الملک اليوم، از کیست پادشاهی امروز؟ فرمان روایی لله الواحد القهار. الله سبحانه و تعالی خودش جواب میده که فقط و فقط پادشاهی، ملوکیت، صاحب اختیاری از کی است؟ از الله سبحانه و تعالی. لا شریک لک، هیچ شریکی ذات اقدس الهی ندارد. پروردگارا من به خدمت تو حاضرم. ببینید عجب شعاری است. اگر ما این رو درک بکنیم، اگر این رو با تمام ذرات وجودمون احساس بکنیم که پروردگارا همه چیز در اختیار توست، پروردگارا نعمت در اختیار توست، پروردگارا پادشاهی در اختیار توست، پروردگارا من در خدمت تو حاضرم. تو هیچ شریکی نداری، تو هیچ مثل و مانندی نداری، هیچ کس همتای تو نیست، هیچ کس شریک تو نیست. آیا انسان بعد از اینکه این نعمت و این عظمت رو در وجودش درک بکنه، آیا فکر میکنید که باز هم امکان داره که به ذات اقدس الهی شریک قائل بشه؟ انسان مؤمن و مسلمان فقط بندگی کی رو میکنه؟ لبیک اللهم لبیک، فقط بندگی الله سبحانه و تعالی رو میکنه. انسان مؤمن دلش، قلبش، روحش، روانش بندگی و اسارت هیچ چیز غیر از الله سبحانه و تعالی رو در این زندگی نمیپذیره. انسان که این شعار رو در زندگی خودش عملی بکنه، هیچ وقت پیروی از مادیات و هوس‌ها و شهوت‌های زودگذر دنیایی رو نمی‌کنه. انسانی که این شعار رو در زندگی خودش عملی بکنه، هوای نفس خود رو، اون بت‌های درونی خود رو میکشه، میشکنه، دور میندازه. بت شکنی تنهایی نیست که انسان بت‌هایی رو که در یک بتخانه هست بشکنه. بزرگترین بتی که انسان باید بشکنه اون بتی است که در دل انسان‌ها وجود داره. اون بتی است که شک و تردید و هوا و هوس و محبت دنیا و شهوات دنیا رو در دلهای ما پرورش میده، ما رو به سوی اون دعوت میکنه و میکشانه. این بت درونی رو باید شکست. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. الله سبحانه و تعالی حالت هیچ قومی رو، وضعیت هیچ قومی رو تغییر نمیده مگر اینکه درون خودشون رو تغییر بدن، اندرون خودشون رو اصلاح بکنن. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح میفرمایند در داخل سینه ما، در وجود ما یک پاره گوشتی است، قلب. اگر اصلاح شد همه بدن اصلاح میشه، اگر فاسد شد همه بدن فاسد میشه. اگر این قلب صاف شد، این قلب پاک شد، این قلب تجلیگاه الله سبحانه و تعالی شد، در این قلب لا اله الا الله جا گرفت، در این قلب لبیک اللهم لبیک جا گرفت، در این قلب الله اکبر جا گرفت، دیگه در این قلب جایی برای شرک، برای ریا، برای دنیا پرستی، برای شهوت پرستی، برای شهوترانی وجود نخواهد داشت. اما این گناه ها و این اعمال زشتی رو که انسان انجام میده، این قلب داغ میگیره، این قلب زنگ میزنه، زنگار میبنده. بل ران علی قلوبهم، قلبهایشان رو زنگار گرفته.
رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند انسان گناهی میکنه یک نقطه سیاه، دیگه گناه میکنه 2 نقطه سیاه، و این بنده همینطوری به گناه کردن ادامه میده تا اینکه این قلب سیاه میشه. جایی برای این قلب نمیمانه که حرف حق رو بشنوه. به خاطر همین ختم الله علی قلوبهم، به خاطر این اعمالشان الله سبحانه و تعالی میگه قلب‌های اینا رو مهر کرد. یه چیزی که مثلا خراب بشه، زنگ بزنه، دیگه هیچ قابل استفاده نباشه، انسان چیکار میکنه؟ اونو دور میندازه. قلبی که انقدر غافل شده، انقدر در پی دنیا و شهوات و ملذات دنیا رفته که دیگه امکانی برای اصلاح وجود نداره، این قلبی است که از درگاه الله سبحانه و تعالی رانده شده. این قلبی است که زنگار گرفته. حالا در این قلب اگر یک نقطه روشنایی وجود داشته باشه که انسان اون روزنه روشنایی رو دنبال بکنه، به سوی حق بره، به سوی الله سبحانه و تعالی برگرده. گاهی اوقات میدونید انسان در یک شب تاریک راه رو گم کرده، در یک جنگلی، در یک کوه و بیابانی است، از دور یک چراغی رو میبینه، با امید اینکه این چراغ من رو به یک سرپناهی برسانه، راه رو به من نشان بده، به طرفش حرکت میکنه. این همون چراغ کوچکی است که سوسو میزنه در دل ما، میخواد ما رو به راه حق، به راه توحید هدایت بکنه. این همون چراغ لا اله الا الله است. این همون چراغی است که الله سبحانه و تعالی در فطرت سالم همه بشر قرار داده است. پس این عبادت ها فرصتی است برای پالایش این قلب، برای جلا دادن این قلب. یک تیکه آهن وقتی زنگ بزنه، آهنگر چیکارش میکنه؟ این رو در یک کوره‌ای این رو خوب میگدازه. بعد از اون با زدنهای چکش این تیکه های زنگاری که به آهن چسبیده رو از اون دور میکنه. بعد از اون صیقل میده، پالایش میده. این آهن چی میشه؟ دوباره به اون اصل اولش برمیگرده، دوباره همونطور روشن و براق میگرده. قلب ما هم به وسیله همین عبادت ها، به وسیله نمازهایی که در 24 ساعت شبانه روز میخوانیم، به خاطر روزه‌ای که در ماه رمضان میگیریم، به خاطر حجی که در عمر یک بار آن را انجام میدهیم، این قلب ما دوباره تجدید میشه، دوباره زنگارها از این دور میشه، دوباره پالایش میشه، دوباره صیقل میشه، دوباره آماده میشه برای قبول حق، آماده میشه برای انجام کارهای خوب، آماده میشه برای این که ما یک انسان خوب بشیم، ما رو به کارهای خوب امر بکنه، از کارهای بد ما رو باز بداره. و این شعاری که ما در ایام حج میدیم، این لبیکی که در ایام حج گفته میشه، همه اینا به خاطر این است که به ما تلقین بکنه که ای بنده من، غیر از من پروردگار دیگری نیست. ای بنده من این را بدان که لا اله الا الله. ای بنده من این را بدان که غیر از من کسی دیگر مالک روزی و شفا و کمک و یاری و ولایت شما هیچ کس غیر از الله سبحانه و تعالی نیست. همه اینا رو میخواد در زندگی ما نهادینه بکنه. توسط چی؟ توسط این شعار. این شعاری که ما این رو ای صبح و شام در ایام حج چیکار میکنیم؟ تکرار میکنیم. پس این شعار میخواد به ما این رو بگه که وقتی که از حج برمیگردی دنیا پرست نباشی، وقتی از حج برمیگردی شخصیت پرست نباشی، وقتی از حج برمیگردی قوم پرست نباشی، وقتی از حج برمیگردی رهبر پرست نباشی، وقتی از حج برمیگردی نجات پرست نباشی، وقتی از حج برمیگردی خدا پرست باشی، الله پرست باشی، یکتا پرست باشی. این بت‌های مختلفی رو که در درون خودت پرورش دادی، همه اینها رو توسط لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد و النعمت لک و الملک لا شریک لک لبیک، توسط این شعار همه اینها رو شکستی. خورده های این بت‌های درونی خودت رو در سرزمین منا و عرفات در زیر پای خود له کردی. الان وجود تو عاری از این بت‌هایی است که تو رو به سوی غیر خدا فرا می‌خواند. الان وجود تو توسط این شعار خالی شده از هوا و هوس دنیا پرستی.
شخصیت پرستی، حزب پرستی، قدرت پرستی، شهوت پرستی، پول پرستی، قوم پرستی، نژاد پرستی. پس الان شدی تو انسان موحد واقعی. الان شدی تو انسانی که الله سبحانه و تعالی این گونه انسان رو میخواست. این گونه انسان رو الله سبحانه و تعالی ساخته بود که در پیش ملائکه افتخار کرد به ساختنش، به وجودش. وقتی گفت که من خلیفه در زمین ساختم و به ملائکه این فخر و افتخار رو نصیب انسان کرد که ملائکه را امر کرد که به انسان سجده بکنن، این انسان به خاطر این مسجود ملائکه قرار گرفت که موحد باشه، یکتا پرست باشه، الله پرست باشه. چه بسیارن انسان‌هایی که امروز این شعارها را میدهند اما در درون خودشون 1001 بت مادی دیگر رو میپرستند. آیا شرکی بدتر از این شرک است؟ آیا فکر میکنی شرک فقط اونیه که میره به بت سجده میکنه در یک بتخانه؟ بزرگترین مشرک کسی است که در وجود خودش، در درون خودش بت‌هایی رو ساخته و آنها را عبادت میکنه. بت‌های مادی، دنیایی. پس این شعار ما را همیشه میخواد به سوی توحید و یکتاپرستی دعوت بکنه. در همه مراحل حج، در هر جا که شما هستید این شعار رو میدهید، شعاری که دقیقاً برخلاف شعار مشرکین بود. مشرکین چی میگفتن؟ لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا و هو لک تملکه و ما ملک. گفتن پروردگار تو شریکی نداری مگر یک شریک داری که تو صاحب اون شریک هم تویی. یعنی به شکلی به الله متعال شریک می آوردن. چون اون بت‌هایی رو که ساخته بودن مشرکین مکه فکر نمی‌کردن این بت‌ها مالک نفع و ضرری هستن. حتی همون مشرکین، حتی ابو جهل، ابو لهب، اینا اعتقاد داشتن که مالک الملک الله سبحانه و تعالی است، رازق الله سبحانه و تعالی است، همه اختیارات دست الله سبحانه و تعالی است. اما این بت‌ها چی کار هستن؟ میگفتن ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. ما این بت‌ها رو نمیپرستیم، فقط اینا رو واسطه قرار دادیم، وسیط قرار دادیم بین خودمون و بین الله سبحانه و تعالی. ما روسیاییم، بندای به اصطلاح خوبی نبودیم، مییم این بت‌ها رو میگیم که ما به شما مثلا زکات میدیم، خیرات میدیم، نذر و نیاز میکنیم، شما پیش خدا واسطه بشین تا وضعیت ما بهتر بشه. این گونه انسان ها بودن مشرکین زمان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. همین بود که الله سبحانه و تعالی به پیامبر امر میکنه که با اینها بجنگه، نه تنها با وجود آنها در سرزمین حرمین بجنگه و در همه دنیا و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. این فتنه شرک و فتنه بت پرستی رو از روی زمین الله سبحانه و تعالی میخواست توسط رسالت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم دور بکنه، بلکه با این عبادات و با این شعارهای توحیدی میخواست توحید و یکتاپرستی رو در وجود همه مسلمان ها و در وجود همه ما چیکار بکنه؟ نهادینه بکنه. شعاری که ما در حج میدیم لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و النعمت لک والملک لا شریک لک. الله سبحانه و تعالی به همه ما و شما این توفیق رو عطا بکنه که این شعارهایی رو که میدیم شعارهای توخالی نباشه، شعارهایی نباشه که داد بزنیم، فریاد بزنیم اما در زندگی ما تأثیر نداشته باشه. پولمون رو خرج بکنیم از این عبادت‌ها و از این شعارها هیچ نفعی در دنیا و آخرت نداشته باشیم. الله سبحانه و تعالی به ما و شما توفیق پیروی از قرآن کریم و سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رو نصیب بکنه. الله سبحانه و تعالی حج و عبادت‌هایی رو که برادران و خواهران عزیز ما امروز در موسم حج در سرزمین حرمین وجود دارن و این عبادت بزرگ، این رکن بزرگ دین مبین اسلام رو ادا میکنن، الله سبحانه و تعالی حج اونها رو قبول بکنه و
به همه کسانی که مشتاق این عبادت هستند، مشتاق زیارت سرزمین مقدس هستند، مشتاق زیارت مکه و مدینه هستند، نصیب بکنه که بتوانند در زودترین فرصت به این عبادت بزرگ مشرف بشن. و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك نداء الحق صوت قد شجاني وبلغ. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلاة و سلام علی حبیبنا و مولانا رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. سلام و درود بر همه شما خوبان، شمایی که خداوند متعال توفیق بهتون میده انشاءالله که از جمله حاجیان و زائران خانه خدا باشید. اونایی که خداوند اونها رو ضمن یک وفدی از مهمونها به خانه خودش میکشونه و میبره، و اونایی که قلباشون همراه حاجی‌ها هست، اون آه امیدشون، اونهایی که درهای آسمون رو پاره میکنه و از خداوند انشاءالله یه موعدی رو میگیره برای یک حجی عمره‌ای در سالهای آینده انشاءالله و اجر و پاداش حج امسال. اون حجی که در این روزهای مبارک هست، روزهای دهه ذوالحجه، این روزها رو باید غنیمت بشماریم. روزهای دهه ذوالحجه اون روزهایی هست که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که هیچ روزی و هیچ زمانی از سال نیست که عمل صالح و کار نیک در نزد خداوند متعال عزیزتر باشه، محبوبتر باشه از عمل صالح و نیک در این روزها. فرمودند ولل جهاد فی سبیل الله، حتی جهاد در راه خدا که یکی از بزرگترین عبادت هاست. فرمودند بله، حتی جهاد فی سبیل الله، مگر اون انسانی که به صلاح اون مجاهد ویژه‌ای که رفت به جهاد با مالش، با مال و ثروت خودش هزینه کرد، خودش رفت به جهاد، نه خودش برگشت و نه مالش. اون یه ویژگی خاص خودش رو داره که خودش رو فروخت به خداوند منان. و حاجی هم همچنین حالتی هست و غیر حاجی هم در این روزها شریک حاجی هست در این اجر و پاداش و در این ویژگی خاصی که به این روزها داده شده. و آخرین روز این روزها که دهه ذوالحجه باشه روز قربانی هست و اونهایی که هم قربانی میدند رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ازشون میخواد که اونها دیگه هیچی رو بهش توجه نکنن. تا وقتی که قربانی میکنی شیدا باش، عاشق باش، کسی باش که دیگه هیچ چیز رو نمیبینی، کسی باش که دیگه هم غمت عبادت باشه. موهاتو نگیر، ناخوناتو نگیر، تا اون روز هرچی میخواد سیبیلات 2 متر آویزون باشه بشه، ناخونات میخواد 4 متر بشه. همینجور شیداوار برو تا روز دهه ذوالحجه، این روزهایی که شاید اشاره قرآن کریم به این روزها باشه که والفجر و لیال عشر و الشفع و الوتر. بعضیا
در تفسیر لیال عشر گفتن که همون روزهای ذوالحجه، یا بعضی گفتن که بابا اینا لیال عشر هست، شبها هست، منظور شبهای رمضان هست و روزهاش روزهای به اصطلاح ذوالقعده و شفع و الوتر، و شفع هم روز قربان و الوتر روز عرفه. این تفسیری که در مورد این آیه وارد شده. حالا ما در این مدرسه حج هستیم. در مدرسه حج یه درس هایی است که این درس ها رو حاجی میره عملاً اینها رو میگیره و اینها برای کسب این به اصطلاح درس ها حاجی بلند شده، میلیون ها حاجی بلند شدند، از هزاران میل و کیلومترها اومدن در این به اصطلاح واد زیزرع، در این شهر بی آب و علف، در این منطقه اومدن اینجا که با یک نوع عبادت ها و مناسکی این درس ها رو بگیرن و مایی که دور هستیم هم باید این درس ها رو بگیریم، چون این درس ها مخصوص حاجی نیست، مخصوص هر مؤمنی هست و حاجی هم که هست، حاجی اون به اصطلاح رسول و پیکی هست که ما فرستادیم تا این درس ها رو بگیره، به ما یاد بده و ما از دور هم نظاره‌گر باشیم این درس ها رو یاد بگیریم. مهمترین درسی که ما از مکتب حج میگیریم درس اخلاص هست. حج به ما کمک میکنه برای رسیدن به اخلاص. اولین موردش اینه، همین این لباس وقتی میپوشم دیگه معنی وجود نداره، با پوشیدن این لباس من میشم یکی از افراد بشر، کسی هم نمیشناسه این کی هست. اگه من لباس خاص خودم رو میداشتم، عمامه و نمیدونم کلاه خاص خودم رو میپوشیدم، اون درجات و نمیدونم چیزای خاص خودم رو میدونم، اون پوز خودم رو میدادم، همه از دور میدونستم که این آقای فلانی هست، وزیر هست، پادشاه هست، فلان کاره هست، مشیر هست، قاضی القضات هست، فلان هست. الان نه، من شدم یه آدم مثل همه خلایق. خب دیگه اینجا اخلاص خود به خود نمایان میشه، اخلاصی که خداوند متعال از ما میخواد. فاعبد الله مخلصا له الدین، عبادت خدا رو انجام بده با اخلاص، عبادت خدا فقط و فقط خالصانه برای خدا باشه. و اتم الحج والعمره لله، حج و عمره رو کامل به جا بیار. به خاطر چی؟ فقط به خاطر خدا. من اومدم به حج نه به خاطر اینکه وقتی برمیگردن بگم حاج آقا اومرا. خب اگه نگفتن بهم بر میخوره. پس من حج نیومدم لله. اون چیزی که برای خداست من نباید در اون هیچ انتظاری داشته باشم، هیچ انتظاری. لا نريد منكم جزاء ولا شکورا، ما از شما از دیگران نباید هیچ انتظار خیلی ممنون دست شما درد نکنه نداشته باشیم. وقتی صدقه میدی و طرف اگر گفت من چی این آدمه مگه، من رفتم بهش صدقه دادم، یکی که حتی نگفت دست درد نکنه، نگفت خیلی ممنون، هیچ انگار همینجور سرشو پایین انداخته بود مثل بز گرفت و هیچ به من نگفت. پس من این رو برای خدا ندادم، من برای این داده بودم که به من بگن خیلی ممنون، برای این داده بودم که به من بگن دست درد نکنه. حتی برخی از علما میگن آقا وقتی به کسی خیری دادی، صدقه ای دادی، نگو برای من دعا کن. اگه گفتی واسه من دعا کن یعنی اینی که تو برای خدا ندادی، برای دعا دادی. حتی این نباید باشه. برای خدا اومدیم برای حج. اجازه ندم مردم به من بگن حاجی. آقا نخواستم. لطفاً همونطور که وقتی من نماز میخونم به من نمیگی آقای نمازی فلان، وقتی روزه میگیرم به من نمیگید آقای روزه دار فلان، وقتی زکات میدم به من نمیگی آقای زکاتی. چرا وقتی میرم حج به من میگی آقای حاجی؟ خب این به اصطلاح اسمایی که همون برای خودمون انتخاب کردیم اینا رو بذاریم کنار تا حجمون باشه لله، الا لله الدین الخالص. دین خالص برای خداست، دین خالص باید باشه برای خدا. اگر ما اومدیم یه چیزی غیر از خدا رو از دور یا از نزدیک شریک کردیم، یک چیزی تو ذهنمون اومد که این آقا
برای این سبب، برای این که به من بگن حاجی، برای این که احترام من رو داشته باشن، برای این که جلوی خونه من تابلو بزنن که جناب حضرت حاج آقا عمر رو تشریف میارن، مردم میون یه پلاکاردهای بزرگ میدن مقدم حضرت جناب احمد آقا رو از و خانواده گرامی رو از سفر ملکوتی حج به همه شهروندان تبریک میگن. این مزخرفات چیه؟ تو میخوای حج بری؟ بعضی از علما و صالحین وقتی میرفتن حج به کسی اطلاع نمیدادن، همه میدونستند که آقا کجا رفته، باباتون کجاست، من میدونم به ما گفته رفته تهران، فکر کنم از یا رفته تهران. طرف میره حج و برمیگرده کسی رو اطلاع نمیده. اصلش اینه که با یک اخلاص باشیم، نه اینه که بعد از اینکه از حج اومد در خونه باز انگار که عروسی اونجا دید و بازدید مردم، برو بیا آقا هم نشسته یه جای خاصی برای خودش آماده کرده، بله همین میاد حاج آقا از حج برای ما بگی. ای بابا رفته بودیم بالا، رفته بودیم بازارش، من یه چیزی دیدم یک نمیدونم دستگاه چی پرسیدم این چیه، گفتن این آیپاد آخرین سیستمشه، این رو گرفتم بعدن گفتم این چیه، گفتن این آقا ماشین لباسشویی خودکاره، این میشوره اتو میکشه میاره رو تنت میذاره، گرفتمش من تو فرودگاه نگو والله. ای بابا تو فرودگاه اومدیم گفتن آقا 200 کیلو بارت زیاده، گفتم آقا ما دیگه حج اومدیم زیاره. اون بنده خدا خیلی آدم خوبی بود ما رو این حکایت های حجه. از خودمون هم خجالت نمیکشیم؟ رفتیم مهمون خدا بودیم مثلا، بابا از سوق بازار خونه شیطانه، ما رفتیم خونه شیطان یا خونه رحمان؟ پس این حجمون بنگریم واقعا ما یا خالصتا رفتیم لیلا. این یکی از درسای مهمی که از حج باید بگیریم. و یه درس مهم دیگه ای که از حج بگیریم اینه که این مالی که خداوند به ما میده، مال رو کی میده؟ خداوند. این مال رو بذاریم تو دستمون، در راه خدا یاد بگیریم انفاق کنیم، در راه خدا بریم. و جالب اینجاست که هزینه سفر هم سنگینه، خوب هم که سنگینه تا ما خوب یاد بگیریم که در راه خدا بریم. و وقتی که میریم این مال رو که دیده خداوند به ما داده، و انفقوا من مال الله الذی آتاکم، انفاق کنید در راه خدا از اون مالی که خداوند به شما داده. مگه نه که این مال و ثروت رو به خداوند به ما داده؟ مگه نه که این رو در اختیار ما گذاشته تا بهش در راه خدا انفاق کنیم؟ و انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه، انفاق کنید از اون چیزی که خداوند در اختیار شما قرار داده، شما مسئولیت این رو دارید که در اون انفاق کنید، چرخ زندگی به چرخه. این رو بیار تو حساب بانکی، آقا حساب بانکی من اینقدر میلیون داره. آقا این حساب بانکی میخواد چیکار؟ اینقدر میلیون تو حسابم دارم یعنی اینقدر پول رو من از چرخش زندگی گذاشتم یه جا انبار کردم که زندگی نچرخه، که زندگی کند بشه، که گرانی بشه. این دیگه من اینه که در راه خدا انفاق کردن یاد بگیرم. حج یک مرحله هست. و ما انفقوا من شیء، هر چیزی که در راه خدا بدی خدا عوضش رو بهت میده. و او خیر الرازقین، روزی دهنده، هر کسی که از همه روزی رو همه رو میده خداوند هست. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند از در حدیث قدسی که یا ابن آدم انفق علیک، خداوند در حدیث قدسی میفرمایند که ای بنی آدم بده در راه خدا تا من بدم بهت. و حج میاد ما رو تربیت میکنه بر این مفهوم انفاق در راه خدا. وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونور الهدى والبيان. ندای حق، ندای توحید و حقیقت. از جمله درسایی که ما در مدرسه حج یاد میگیریم درسی هست که با احرام شروع میشه، درس تواضع، درس فروتنی، درس خاکساری،
در این احرام دیگه همه اون طبقات اجتماعی از بین میره. خیلی تصویر کاریکاتوری رو احیانا تو عمره و حج میبینی که واقعا دیگه مسخره است. طرف نمیدونم پادشاه فلان کشوره اومده آقا کی تو رو گفته بیا؟ اگه واقعا اومدی برای عبادت دیگه حج باید لله باشه، نه برای خودنمایی. طرفش رو بادیگاردا گرفتن، در وسط راه میره ملان. خب مردم مشغول عبادت و زاری و خب این داره به مردم نگاه میکنه، کسی بهش توجه کنه که سلام کنه. واقعا مسخره است. این دیگه تواضع نیست، این که دیگه حج نیست. این برای چی اومده؟ برای خودنمایی. داره داد میزنه که خودنمایی اومده. این کارو نکنیم. در حج که میریم همه این مفاهیم رو گمشون کنیم. با لباس احرام همه چیزمون رو از دست دادیم، مثل دیگرها شدیم، ما شدیم آدمیان. و از معانی بسیار پررنگی که در حج هست اینه که آقا این دنیا جای بقا نیست، این دنیا جای حرکت هست. جای همه این حج حرکت و تلاش و یا قوم ان هذه الدنیا ان هذه الحیات الدنیا متاع. این دنیا یک نعمت الهی است که خداوند متعال به ما داده. جای ما آخرته، جای ما رضایت خداوند هست، جای ما رسیدن به زندگی ابدی است. ما برای اون زندگی باید بکنیم. کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل. تو دنیا طوری ره باش که انگار که آدم ناشناس و گمنایی هستی، یا یه رهگذری هستی، یا چند ساعتی زیر یک درختی، سایه درختی که دنیا باشه گذروندی، بعدش میری به چی؟ به زندگی بی‌نهایت، به زندگی ابدی، به بهشت. در حج که میگیم همش حرکته، از میقات به مکه، از مکه به منی، از منی به عرفات، از عرفه به مزدلفه، به منی به رمی جمرات، بیا به مکه به طواف تو بکن، برگرد به منی. همش حرکت. یک لحظه این آجیان مثل زنبور عسل در حرکتن. هیچ جایی دیگه نیست که بشینی راحت باشی واسه خودت یک نمیدونم سایبانی بزنی، یه نمیدونم یخشایی برای خودت دست و پا کنی، یه فلانی کنی. نه، همش حرکت. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. ای انسان تو تلاش میکنی، رنج میبری، فراوان، خستگی، اینا که به سوی خدا برسی و میرسی به سوی خدا. این حرکت رو حج در ما به وجود میاره. و ان الی ربک المنتهی، که ما در نهایتمون به سوی خداست، به سوی خدا میریم. ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحیاة الدنیا واطمأنوا بها. اونایی که به همین دنیای پوچ زندگی دنیا راضی شدن، همونجا استقرار کردن، راحتن. بله من همین چیزو دارم، زندگیمو دارم، 4 تا 5 تا خونه دارم، نمیدونم 7 8 تا ماشین دارم، آقا حسابای بانکی پولا اینقدر تو بانک ذخیره دارم، فلان دارم. اینا چی هستن؟ والذین هم عن آیاتنا غافلون. اینا از آیات و نشانه های الهی غافلن، از دین خدا غافلن. اولئک مأواهم النار بما كانوا یکسبون. اینها نهایتشون میرن به جهنم به خاطر اون چیزی که همینو میخواستن، به همین راضی شده بودن. اینه که حج میاد این حرکت رو به ما یاد میده و از ما رو از این دنیا میکنه، ما رو فکر ما رو میذاره به آخرت. لباس ما لباس کفن به ما نشون میده که شما دارید میرید. و یه درس بسیار بسیار های اهمیت که از حج میگیریم اینه که من کیم، هویت من چیه، شخصیت من کیه. من میام در حج هویت و شخصیت ایمانی خودم رو یاد میگیرم. من میام در حج میفهمم که یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. ای مردم، همه مردم، ما شما را از آدم و حوا خلق کردیم. و جعلناکم شعوبا و قبائل. ما شما را ملت ها، گروه ها، زبان ها، رنگ خلق کردیم. لتعارفوا، تا یک دیگر رو بشناسید، به یک دیگر رو تکامل بدید. چیزی که من نیاز دارم از اون بگیرم، اون نیاز داره از من بگیره، در توانمندی های خودمون رو با هم تقسیم کنیم. و اما بدونید ان اکرمکم عند الله اتقاکم. بهترین شما، عزیزترین شما نزد خداوند منان پرهیزکارترین شما هست. ان اکرمکم عند الله اتقاکم.
بهترین شما با تقواترینتون هست. نگفت پولدارترینتون، نگفت آقا سفیدترینتون، نگفت آقا درازترینتون، نگفت آقا خوشگلترینتون، نگفت آقا با منصب ترینتون، نگفت آقا با زبان فلان ترینتون. نه 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 نه. اینا هیچ معانی نیست که شما دوش فکر کنید. اینا اصلا تفکر دین اینها جهالت هست. همینی که گفتی چون که من زبانم فلان زبان از دیگران بهترم، همین که گفتی من فلان قوم هستم از دیگران بهترم، تو اسمت هست ابو جهل. تو اسمت هست چی؟ ابو جهل. هر کسی خودش رو بر دیگران برتری داد، اون رو به اسمش رو بذارید چی؟ ابو جهل. نگاه نکنید که چه مدرک داره. ابو جهلی که ابو جهل بود، مدرکش چه بود؟ مدرکش حکمت بود. جامعه میدونست خیلی آدم زرنگ و باهوشی بود، به اسمش رو گذاشته بودن الحکم، آدم دانشمند، عاقل، حکیم. اما پیش مؤمنان بود چی؟ ابو جهل. نکنه که ما هم خدای نکرده با همین نجات پرستیمون، تعصباتمون، اسممون بشه ابو جهل. نداء الحق صوت قد شجاني. نداء الحق صوت قد شجاني، وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعالي، ونورا للهداية والبيان. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت على ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید، و بارک علی محمد و علی آل محمد كما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما دوستداران الله متعال و دوستداران حج، آرزومندانی که چشمتون برای دیدن خانه الله، بیت الله الحرام، لحظه شماری میکنه و قلبتون میتپه. از الله متعال برای همه عزیزانی که مشرف به زیارت بیت الله الحرام نشدند، از الله متعال تقاضامندیم و رجامندیم که همه این عزیزان رو بارها و بارها نصیب بکنه زیارت بیت الله الحرام رو، و همچنین برای کسانی که زیارت کردن بار دیگر و بارها و بارها این سعادت نصیب بشه. در ادامه بررسی گذرای آیات مرتبط به حج در کلام الله مجید به سوره حج اشاره کردیم. در برنامه گذشته سوره‌ای که به نام حج هست، سوره‌ای که نصف جزء از کلام الله مجید رو به خود اختصاص داده، در جزء 17 بخش پایانی نیمه دوم جزء 17 رو به خود اختصاص داده و گفتیم که این سوره از سوره های عجیبی است که هم در مکه نازل شده بخشیش و هم در مدینه، هم مکی است هم مدنی، هم در روز نازل شده و هم در شب و هم در سفر و هم در حضر. سوره‌ای که مفاهیم والایی رو در بر گرفته، از 5 رکن اساسی اسلام، علل خصوص از بین نماز، روزه و زکات
و حج تنها حج هست که یک سوره رو به خودش اختصاص داده و به نام حج این سوره مسما شده. در سوره مبارکه حج مفاهیم زیادی قرار گرفته و آیاتی که در این مفاهیم وارد شده که به ارتباط با حج و اهداف حج و حکمتها و درس‌های حج نیست که به همراه شما عزیزان از ابتدای سوره آیاتی در این باب رو مرور خواهیم کرد. در ابتدای سوره مبارکه حج الله متعال وقتی که این سوره رو آغاز میکنه خطابش به کل انسان هاست. الله متعال در ابتدای سوره مبارکه حج اینگونه میفرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزله الساعة شیء عظیم. ای مردم از پروردگارتون بترسید، پرهیز کنید و مواظب باشید. از الله متعال بترسید، از اینکه شما رو عذاب بکنه، از اینکه شما رو مؤاخذه بکنه، از اینکه عذابش به سراغ شما بیاد. بترسید از الله تعالی که ان زلزله الساعة شیء عظیم، همان اون زلزله روز قیامت، اون لحظه از بین رفتن عالم بسیار عظیمه. ابتدای حج، سوره مبارکه حج با این آیه ارتباط عجیبی داره. سوره مبارکه حج وقتی که شروع میشه، الله تعالی وقتی که درباره حج میخواد در سوره حج سخن بگه، اول میاد تمام انسانها رو خطاب میکنه و میترسونه اونها رو از روز قیامت، برپایی روز قیامت. روز قیامت اون بخشی که در این دنیاست و از بین میره دنیا. کسانی که در دنیا هستن شاهد این صحنه. الله تعالی میفهمد اون روز خیلی سخت است. حج باید ما رو بیاد این روز بندازه. حج باید ما رو بیاد این اتفاق بیاندازه. اون روزی که الله متعال در آیه بعدی به تصویر میکشه اون رو: یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت. اون روزی که وقتی میبینیش، تذهل كل مرضعة عما ارضعت، غافل میشه، فراموش میکنه. هر زنی که شیر میده بچه خودش رو، از بچه خودش، هر زنی که مشغول شیر دادن به یک فرزندی است، هر مادری که فرزندش رو شیر میده، این از شدت هول و ترس اون روز فراموش میکنه بچه خودش رو، اون کسی رو که به شیر میده، حالا چه انسانی باشه چه حیوانی. هر کسی که شیر میده، اون کسی رو که شیر میده فراموش میکنه. محبت چقدر زیاده بین کسی که شیر میده فرزندی رو، ولی اینکه حتی این فرزند خودش نباشه. خانمی که بچه رو شیر میده نسبت به اون بچه یک احساس خاصی داره و شرعاً هم فرزند حساب میشه برای این زن و این زن مادر اون حساب میشه. چون محبت بین مادر و فرزند هست وقتی که شیر میده اون رو، الان خصوص وقتی که بچه شیر میخوره از سینه مادرش. الله تعالی میفهمد اون روز قیامت انقدر سنگینه، انقدر ترسش زیاده که این محبت فراموش میشه اصلا. بچه رو ول میکنه میره. یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت و تضع كل ذات حمل حملها. و هر کسی که صاحب یک حمل در شکم خودش، هر جنس ماده‌ای، چه از انسان چه از حیوان، که حامله هست، از شدت ترس وضع حمل میکنه. و ترى الناس سکارا، و تو مردم رو گویی که مست میبینی. و ما هم بسکارا، اینا مست نیستن، ولکن عذاب الله شدید، اما عذاب الله تعالی خیلی سخته. این روز قیامته. یک تصویر خیلی مهیب و ترسناک از این روز. شدت ترس به حدی میرسه که مادر فرزند رو ول میکنه میره، ولش میکنه، در حال شیر خوردن میاندازه و فرار میکنه. وقتی که این گونه است، الان یک آمادگی باید برای این لحظه گرفت. انسان ها باید مواظب اون روز باشن، نباید فراموش کنن اون روز رو. چطور میتونن در فضای داخل خونه این روز رو بیارن؟ چطور میتونن در کانون گرم خانواده این روز رو بیارن؟ یک تمرینی باید باشه.
یک فرصتی باید باشه، یک میدانی باید باشه که در دنیا قبل از فرارسیدن این روز بتونن یک گوشه ای از این شدت رو، از این سختی رو درکش کنن. با دور شدن از خانه و خانواده، با دور شدن از فرزند، با دل کندن از فضایی که عادت کردن، با تحمل سختی ها و مشقات، با شدت شلوغی، با گرما و سرما، با گرسنگی و تشنگی، با مجبور شدن به پایبندی به یک نظم خاص، حج گوشه ای از این وضعیت رو به تصویر میکشه. در حج ما وقتی که حاجی حرکت میکنه و کفن میپوشه، خود همین پوشیدن احرام خودش قدم اوله و آمادگی برای این کار. یعنی من الان آماده شدم برای رفتن، برای اون روز، برای اون روز قیامت، برای اون روزی که خیلی سخته، برای اون روزی که انسان مجبور میشه از شدت ترسش ول بکنه خانواده رو. الان من با اختیار ول کردم، با اختیار رها کردم تا اگر اون روز رسید من اونجا دیگه حداقل در قیامت، بعد از قیامت ضرر نکرده باشم، بدونم که حساب کتابی است، بدونم که این که تازه این طرفش هست، در این دنیاست، اون دنیا خیلی سخت‌تر حکایت. حج، سختی های حج، شلوغی حج، اون مشکلاتی که هست، اون وضعیتی که انسان داره در مشاعر، در عرفات، در راه رفتن به مزدلفه، در مزدلفه، در خارج شدن به سمت منا، در جمرات، در رفتن برای طواف، در شلوغی های کنار کعبه در طواف، همه اینها، این شلوغی ها، این شدت، این زحمت، این خستگی، یک بخشی از این درس قیامت رو برای ما تکرار میکنه. ما رو بیاد اون میندازه، حداقل ما رو از اون حالت زندگی عادی خودمون میکشه بیرون. وضعیت زندگی عادی ما رو دگرگون میکنه. یک تمرین جدیده، یک شکل سبک جدید از زندگی. این یک فرصت. ابتدای سوره حج با آیات قیامت شروع میشه. کسی که در حج شرکت میکنه باید وقتی کفن میپوشه بیاد قیامت باشه. اصلا خود احرام پوشیدن حکایتش همینه. وقتی احرام انسان میپوشه تا بیاد قیامت بیفته، تا بیاد مرگ بیفته، تا بیاد حساب کتاب بیفته، تا بیاد گذشته و آینده ها باشه، تا درس بگیره که گذشته ها، کسانی که قبل از ما از دنیا رفتن الان وضعیتشون چیه. اون روزی که کفن میپوشوند عزیزانش رو، رفتگانش رو، الان خودش میپوشه کفن رو، تا احساس بکنه که چگونه است رفتن. یک روز کفن واقعی رو دیگران به تنش میکنن. الان اینجا اختیاریه، در حج کفن پوشیدنش اختیاریه، دل کندن از خانواده اختیاریه، رفتن به حج اختیاریه، اما در مرگ اجباریه، در قیامت اجباریه. این اختیار یک تمرینی برای آمادگی به اون اجبار. در ادامه الله متعال باز در آیات 5 و 6 و 7 بعد از قسمت دوم این تصویر قیامت رو معرفی میکنه برای ما. این بخش اولشه. یک تصویر قیامت از این طرف داره، از این دنیا، کسانی که در این دنیا هستن، و یک تصویر اون طرف داره، کسانی که رفتن و بقیه‌ای که به اونها ملحق میشن. اول کل کائنات از بین میره و بعدش دوباره شروع میشه. در آیه 5 باز دوباره الله تعالی خطاب به تمامی مردم، مثل آیه اول، یا ایها الناس، باز این تعبیر تکرار میشه. یا ایها الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اگه شما در شکید از برانگیخته شدن روز قیامت، که دوباره شما برانگیخته میشید، که دوباره شما در یک عالم دیگه، دنیای دیگه حشر میشید. ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب، من الله با عظمت شما رو از خاک آفریدم. این خاک رو یادتون باشه که شما از این خاکید. وقتی از این خاکید دوباره می خاک برمیگردید، دوباره از همین خاک میاد بیرون. در حج انسان وقتی که حرکت میکنه در مشاعر، این معنا رو بیشتر درک میکنه. خاکی بودن رو، از خاک بودن رو، ارتباط با خاک رو. کسی که شاید هیچ وقت
در زندگی لباسش به غبار و گردی آلوده نشده. حتی در حج امکان نداره که این اتفاق نیفته. شلوغی، جمعیت، محدوده مکانی معین و مشخص و محدود. وقتی که انسان حرکت میکنه بعد از 2 روز، غالبا 1 روز، حتی وقتی که حجاج از عرفات خارج میشن میرن به سمت مزدلفه، در مزدلفه به صورت خصوص اون شبی که انسان تمرین میکنه برای این فرصت، اون حرکتی که از عرفات، جمعیتی که از عرفات حرکت میکنن، صبحش از منی راه افتادن رفتن عرفات، از عرفات روزش، وقتی که روز عرفات پایان میرسه انگار که روز زندگی دنیا تموم شد. با غروب عرفات انگار که عمر انسان در دنیا غروب کرد و این انسانی که کفن پوشیده الان در اون شب تاریکی که حرکت میکنه با سمت مزدلفه انگار که داره تجربه میکنه اون دوران برزخ بین دنیا و آخرت رو، بین روز عرفه و روز عید رو. این شب بین عرفه و عید، شب 10 شب عید قربان، این شب تمرینیه واسه دوران قبر. با کفن غبارآلود خاکی حرکت میکنه انسان، میره. وقتی که میره وارد مزدلفه میشه، در مزدلفه غالبا وقتی که میخوابن اکثرا روی زمین خوابیدن، اکثرا روی زمین خوابیدن. نهایتش اینه که یک ملافه‌ای، یک پارچه زیر خودشون میاندازن، بعضی کمی هم گیرشون نمیاد، با همون احرام خودشون میخوابن. وقتی که بیدار میشه احرام پر از خاک، غبارآلود، خاکی، سر و وضع به هم ریخته. این تمرینه، این یک فرصت برای تمرین، این یک درسی از حشر روز قیامت، اون روزی که انسان لخت و عریان، خاکالود از داخل خاک میاد بیرون. الان اینجا باید با این خاک عادت کنه، باید با این خاک آشنا بشه، باید امشب روی این خاک بخوابه، استراحت کنه تا صبح. نمیتونم استراحت نکنه، فردا روزش تا شب مشغول عبادت و از این طرف به اون طرف، از این طرف به اون طرف. غالبا شب مزدلفه همه میخوابن، حداقل اگه همشو نخوابن یک بخشش رو میخوابن، چنان خستگی حکم فرماست، چنان خسته شدن که راحت میخوابن. وقتی که انسان بیدار میشه صبح مزدلفه با اون صدای اذان، معنای خاکی بودن رو کاملا درک میکنه، میبینه کلا در لباسش، در سر و وضعش، در وضعیتش اون خاک که روش خوابیده بود. تا همین سنگ ها هم بعضیا از همونجا سنگ جمع میکنن برای جمرات و ریگ هایی رو برای خودشون میارن داخل خاک ها، میگردن ارتباط پیدا میکنه انسان با خاک. یا ایها الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اگه شما در شکید از دوباره برانگیخته شدن، فإنا خلقناکم من تراب، من الله با عظمت شما رو از خاک درست کردم، از خاک آفریدم. حج ما رو با این حقیقت آشنا میکنه، خاکی بودن، خاکی شدن، تواضع یاد میده به ما، افتادگی یاد میده به انسان. انسان در مزدلفه و در حج باید خاکی بشه، هم در ظاهرش هم در باطنش. انسان باید تواضع یاد بگیره، انسان باید افتادگی یاد بگیره، انسان باید کرنش بکنه، انسان نباید تکبر بکنه، انسان نباید وقتی که روی زمین راه میره ولا تمشی علی الارض مرحا، روی زمین نباید با غرور راه بری، نباید مشت بکوبی با لگد محکم روی زمین با تکبر. تو خودت مال همین خاکی، از همین خاکی، دوباره میره روی همین زمین، داخل همین زمین. این رو انسان یاد میگیره که چگونه از خاک آفریده شد. در آیه 5 الله متعال به تفصیل صحبت میکنه درباره منکرین خلقت، منکرین دوباره برانگیخته شدن و شکل خلقت انسان که چگونه خلق شده. میفهمد من شما را از خاک آفریدم، سپس شما را یک نطفه قرار دادم، سپس این نطفه را یک گوشت، یک خون جامد قرار دادم، خون لخته شده ای، سپس این خون لخته شده رو من یک گوشتی که شکلی داره، یک کوچیک انسان، بچهای کوچولویی که داخل شیشه های آزمایشگاهی احیانا میبینیم، اونهایی که سخت شدن، جنین هایی که سخت شده،
و بعد از اون شما رو دوباره در رحم قرار دادم تا اون لحظه‌ای که من میخواستم. بعد از اون شما رو طفلی کردم. بعد از این که طفلی شدید شما دوباره رشد کردید، به یک مرحله از عمر رسیدید. برخی از شما در همون ابتدا از دنیا رفتید. برخی از شما رسیدید تا پایان عمر به مرحله پیری و فرتوتی که بعد از اون همه چی رو به فراموشی رسید. حتی حافظتون از بس پیر شدید که هر چی میدونستید دوباره از یادتون رفت. و همون گونه‌ای که در آخر آیه میفرماید، آیه 5، و تر الارض حمیدة، این زمین خشک رو جامد میبینی، خشکش میبینی، این زمین رو تو خشک میبینی. فاذا انزلنا علیها الماء اهتزت، و وقتی که من این روی این بارون میبارونم این رشد میکنه، حرکت میکنه، پف میکنه زمین. و ربت و انبتت من کل زوج بهیج، بعد از همین گیاه میاد بیرون، سبزه میاد بیرون، سرسبز میشه این زمین. همینطور که من این زمین مرده رو دوباره زنده میکنم، نگاه کن به این زمین، ببین چطور زنده میشه این زمین خشک. شما رو هم دوباره زنده میکنم. حج هم انسان رو بیاد دوباره زنده شدن میندازه، هم خود دل مرده رو زنده میکنه. دل مرده در حج نرم میشه، مثل این زمینی که سفت بوده و سخت بوده، رحمت‌های الهی برش نازل میشه، شکوفه میده این دل. این دل رشد میکنه، این دل سبز میشه، این دل یک تولد دیگه براش پیدا میشه. همه این مفاهیم رو فقط به صورت گذرا داریم رد میشیم، وگرنه هر کدوم از این آیات رو باید نشست و دربارش ساعت‌ها صحبت کرد. همه این مفاهیم در حج قابل مشاهده است و باید باشه. وقتی سوره مبارکه حج رو الله متعال با این آیات آغاز میکنه، سوره‌ای که به نام حجه، به جای اینکه از حج شروع بشه، به جای اینکه از حکم حج گفته بشه، به جای اینکه درباره حتی مکه و کعبه صحبت بشه، مستقیم الله متعال درباره قیامت صحبت میکنه. چون دید انسان مسلمان در دنیا همیشه باید این باشه. انسان مسافر همیشه باید دیدش به مقصد باشه. مسلمان در دنیا مسافره، همیشه باید بیاد مقصدش باشه. کسی که در حج حرکت میکنه، سفر حج حرکت میکنه، مقصدش رضایت الله تعالی است، مقصدش رسیدن به الله تعالی است. کفن میپوشه کجا داره میره؟ مقصدش این نیست که فقط بره اونجا و برگرده بهش بگن حاجی، نه. مقصدش اینه که خودش رو آماده کنه برای سفر آخرت، برای قیامت، برای این روز. ان زلزله الساعه شیء عظیم. برای این بر خودش رو آماده بکنه که اون لحظه از دنیا میره، برای اون لحظه بعد خودش رو آماده بکنه که دوباره برانگیخته میشه. ذلك بان الله هو الحق، در آیه 6 الله متعال سوره حج میفرماید که این به این خاطر که الله تعالی حق و حقیقته، و انه یحیی الموتى و انه علی کل شیء قدیر. دوباره شما رو زنده میکنه و بر هر چیز قادر. خود خواب برادر مرگه، یا بعضی میگن خواهر مرگ. خواب نوعی از مرگه، تجربه مرگه. انسان گویی که میمیره. خود همین خواب و دوباره زنده شدن خودش باید انسان رو به یاد مرگ بیاندازه. وقتی که میخوابی روی خاک در مزدلفه و دوباره بیدار میشی، و حتی شبش در منا، شبهایی که در منا میخوابه انسان و بیدار میشه، اینو باید درس عبرتی برات باشه که در قبرم وقتی داخل خاک خوابیدی، روی خاک داخل خاک، دوباره بیدار میشی، دوباره بیدار میشی. و ان الساعه آتیه لا ریب فیها، قیامت میاد، هیچ شکی درش نیست. و ان الله یبعث من فی القبور، باید به این یقین برسی، باید با این کفنی که پوشیدی، این احرام باید تو رو به این نکته برسونه. باید این رو در وجودت اون لحظه ها و اون روزهایی که هر روز کفن پوشی تو مراسم حج، حداقل 4-5 روزی که هستی، حالا چه قبلش چه بعدش در سفر عمره، این باید تو رو به این باید به یاد این صحنه ها بیاندازه. این کفنی که پوشیدی تو رو باید به یاد مرگ بندازه. باید تو با این کفن عادت کنی. هر وقت این کفن رو میبینی باید به یاد مرگ باشی، باید بیاد این باشه که تو میمیری، باید بیاد این باشه که یک روزی تو میری داخل قبر، باید بیاد این باشه که یک روزی دوباره بلند میشیم، باید بیاد این حقیقت بیفتی. حج باید این احساس رو در وجود ما ایجاد کنه. این تمرینه برای حج. الله متعال چرا با این آیات شروع میکنه سوره حج رو؟ چون این از اون اهداف اصلیه. هدف اصلی اینه که آقا تو مال این دنیا نیستی اصلا، تو کفن پوشی، آماده ای هر لحظه امکان داره از این دنیا بری. باید زندگی اینطوری باشه.
باید هر لحظه کفنت به تنت باشه. باید مواظب باشی وقتی که احرام میپوشه انسان، یک سری مواردی که براش حلال هست را انجام نمیده، محظورات ما بهش میگیم. بعد تویی که آماده مرگی، تویی که همیشه کفن میپوشی برای رفتن، یک سری مواردی رو رعایت کنی. نباید هر کاری انجام بدی، چون هر لحظه امکان داره بری. تو مسافری، هر لحظه باید کفن پوش باشی. هر لحظه باید وقتی که احرام پوشیدی مثل احرام باید مواظب خودت باشی. هر کاری انجام ندی، چش و گوشت نجنبه، دستت این ور اون ور نره، زبانتو کنترل بکنی، ذکر الله تعالی یادت نره، هدفت یادت نره، مسیرت یادت نره. بعد یادت نره که تو دوباره میری داخل قبر، بلند میشی و دوباره به محضر الله متعال حاضر میشی. این آیات اولین آیات سوره مبارکه حج هست و اولین درس هایی که حاجی باید در مراسم حج مد نظرش باشه. اجازه بدید تا در برنامه بعد ادامه بدیم، همینطور به صورت گذرا نظر انداختن بر آیات سوره مبارکه حج رو و درس هایی که مرتبط هست بین این آیات و حج. انشاءالله که الله متعال نصیب همه ما و شما و همه دوستداران حج بکنه. سفر حج رو بارها و بارها تا به صورت عملی بتونیم این درس ها رو در زندگی خودمون تجربه بکنیم و الله تعالی رو خواهانیم تا تمام عزیزانی رو که مشتاق هستن به حرمین شریفین بارها و بارها نصیبشون بکنه که حرمین شریفین رو زیارت بکنن. تشکر میکنم از اینکه تا این لحظه برنامه خودتون یاری کردید و تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به الله متعال میسپارم. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعاني